اف چند روژن شروع پفچون لباجر حسک روجاوای کردستانه دنافبرا چکدارن بسر پیاده و الاليكي و هزن رژیمه و چکدارن بسر و الاليكي دن بردوام دکه و ده انجام ده بدهان کس جیان خواج دست دانه پرانیا وان سویلن شر ویجاری باجر حسک نوک ین بریان هابو ویجاره رژیم اسد چکدارن پیاده به باسک لشکری پککل سوریه وصف کرد. صعد الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني او دا خوانیه که فرمیجی درخست گو جارین بریان ها سرکردین هر دو آلیان لقامشلو دجیویان و ناکوکیین خوچار سردکرن او تنه ولاتین سویل ین گو دا انجام شر دبون قربانی زررمند بون لهمبر دا خوانیین تندین رژیم اسد لسر راگهاند نخوا جکدارن یه پکیجی دا خوانیه که تند درخست او گریدان خوا به پککی رارت کر او گوت ام شر رژیم لحسکه بکن جبلی دا خوانیین هر دو آلیان شر ویجار ترکیه جهات دنگ او گوت دشر ویجاره ده شامه مطرسیا کردان زانیه و پیشوازی لشر کر. سروک وزیر ترکیه علی یلدرم ایرود دا خویانه که روزنامه‌وانی ده گوت شامه ویجاره مطرسیا کردان زانیه و گوت امی هول بدن گو سوریه نیدا بشکرن. سروک وزیر ترکیه هر وهرا گهاند قوالاتی وی و هفریزیه به هر یک جروسیا و ایران را بکه داکو کریزا سوریه چاره سر بکن. هن چافدرین سیاسیین روجاوای کردستانی شروع پفچونین حسکی ودگارینن جبونا کوکیل سردست صلاتا هنده وران دهندره حسکی ده و هن چافدرین دند بیجن اف شروع پفچون جبر باش بونا پیوندین دنافبر ترکیه و ایران و رژیم سوریه ده.